صبح ها میتونن جادویی باشن، اما فقط به شرطی که بدونیم چطور ازشون استفاده کنیم. آیا تا به حال به این فکر کردین که یک برنامه صبحگاهی مؤثر میتونه چطور زندگیتون رو متحول کنه؟ سلام، من نیلوفر هستم و اینجا کتابچه است. امروز قراره با هم دیگه به سراغ کتاب صبح جادویی از هال الرود بریم. این کتاب ما یاد میده که چطور با ایجاد یک روال صبحگاهی ساده اما قدرتمند میتونیم به موفقیت، انرژی و شادی بیشتر در زندگیمون برسیم. اگر آماده این تا صبح‌های معمولیتون رو به صبح‌های جادویی تبدیل کنید، این اپیزود رو از دست ندید. خیلی از افراد موفق، مولتی میلیونرها، مدیران معروف شرکت‌ها و ستاره‌های سینما و تلویزیون احتمالاً قبل از اینکه اولین قهوهشون رو دم کنن کارهای مهمتری دارن که باید بهشون رسیدگی کنن. اما تغییر در برنامه صبحگاهی فقط به معنای زود بیدار شدن نیست. مطالعات نشون میدن که مصرف داروهای کاهش استرس توی آمریکا بالاست. از هر 2 ازدواج توی آمریکا یکی در حال فروپاشیه. بیشتر آمریکایی‌ها بدهی دارن. توی این کشور چاقی به یک اپیدمی تبدیل شده و بیماری‌های قلبی و انواع سرطان‌ها در حال افزایشه. حتی بیشتر افراد توی آمریکا شغلشون رو دوست ندارن. پس مشخصه که زندگی بیشتر آمریکایی‌ها خیلی هم خوب نیست. تحقیقات میگن که اگر 100 نفر رو انتخاب کنید و به مدت 40 سال زندگیشون رو بررسی کنید، فقط 1 نفر از بینشون ثروتمند شده. 4 نفر به وضع اقتصادی خوبی رسیدند. 5 نفر باید همیشه کار کنن تا نون در بیارن. 36 نفر فوت میکنن و 54 نفر برای حمایت مالی به دوستان و خانوادهشون نیاز دارن. این آمارها تصویر تلخی رو نشون میدن. یعنی اینکه 95% از این افراد اونطوری که میخواستن زندگی نکردن. با وجود این مسائل ما هنوز هم میتونیم زندگی موفق و شادی داشته باشیم و میتونیم به اصطلاح ورق رو برگردونیم. هال الرود نمونه جالبی از تغییر توی زندگیه. اون به مدت 6 دقیقه پس از یک تصادف رانندگی میمیره. پس از گذروندن چند روز توی کما از خواب بیدار میشه و پزشکان به اون میگن که آسیب مغزی دیده و ممکنه دیگه نتونه راه بره. با این حال اون خیلی زود بهبود پیدا میکنه و به جای اینکه وقتش رو با آرزوهای محال تلف کنه، شرایط حال حاضر زندگیش رو میپذیره. با این کار میتونه زندگی رویاییش رو بسازه و از استعدادهاش به خوبی استفاده کنه. سندرم آینه عقب و حوادث مجزا مانع از دستیابی افراد به پتانسیل کاملشون میشه. آیا تا به حال به این فکر کردین که طرز فکر شما در مورد زندگی ممکنه شما را از مسیر درست دور کنه؟ خیلی هامون تمایل داریم بر اساس اتفاقات گذشتمون تصمیم بگیریم و از چیزی به نام سندرم آینه عقب رنج میبریم. مبتلایان به سندرم آینه عقب انتخاب‌ها و تصمیماتشون رو بر اساس تجربیاتی که در گذشته کسب کردن انجام میدن. بنابراین وقتی با کارهای جدید روبرو میشن از انجامشون تفره میرن، چون این کارها رو قبلا انجام ندادن. مثلا کسی که قبلا روابط ناموفقی داشته و الان هم نمیتونه به شریک زندگیش متعهد باشه، احتمالاً اون از سندرم آینه عقب رنج میبره. جدای از سندرم آینه عقب، دلیل دیگه‌ای که ما به پتانسیل کامل خودمون نمیرسیم، عادتمون به جداسازی حوادثه. یعنی چی؟ جداسازی حوادث یعنی که ما با رویدادهای مختلف زندگیمون به شکلی رفتار میکنیم که جدا از بقیه اتفاقات دیگه زندگیمون هستن. مثلا ورزش امروز رو به فردا موکول میکنیم. انگار ورزش جدای از کارهای دیگه امروزمونه. نویسنده و تاجر موفق تی هارو اکر در کتاب معروفش به نام رازهای ذهن میلیونر اهمیت عادت جداسازی حوادث رو به همون نشون میده. تی هارو اکر میگه اگه به کارهای روزانه زندگیتون به صورت مجزا نگاه کنید، مثلا بگین ورزش جدای از کاره و بالعکس، اتفاقات مهم زندگیتون رو بی ارزش جلوه میدین.
اما اگر تمام اتفاقات زندگیتون رو به هم وصل کنی و مثلا بگی ورزش کردن جزء مهمی از برنامه روزانه منه، تأثیر ورزش رو توی موفقیت کاری و ارتباطات خودت با دیگران میتونی ببینی. پس اگه میخوای زندگیت رو از نو بسازی، باید طرز تفکرت رو تغییر بدی. موندن توی گذشته و بهانه آوردن تنها مانعی برای موفقیت شماست. برای شروع یک روز خوب، چرت زدن رو متوقف کن و طرز فکرت رو در مورد خواب تغییر بده. پس متقاعد شدی که باید زندگیت رو تغییر بدی. اما از کجا باید شروع کنی؟ خب، اول بذارین یه سوال بپرسم. آیا امروز صبح دکمه زنگ ساعت رو خاموش کردی؟ خاموش کردن زنگ ساعت باعث میشه زیاد بخوابی. هر بار که دکمه زنگ ساعت رو خاموش میکنی، ناخودآگاه به خودت میگی که نمیخوای تجربیات جدیدی کسب کنی و کارهای مهمت رو توی روز پیش رو انجام میدی. به کسانی که از افسردگی رنج میبرن فکر کن. برای این افراد صبح‌ها اغلب سخت‌ترین زمان روزه. وقتی که برای بیدار شدن در صبح مقاومت میکنی، شانس خودت رو برای لذت بردن توی یک روز عالی کم میکنی. برعکس، اگر هر روز صبح با هدف خاصی از خواب بیدار بشی، یک زندگی شاد رو برای خودت رقم میزنی. به زندگی اوپرا، بیل گیتس، آلبرت اینشتین و حتی افراد موفق نگاه کن. همه این افراد یک چیز مشترک دارن. از خواب زود بیدار می شدن. اگر توی صبح بیدار شدن تنبل هستی، سعی کن طرز فکرت رو در مورد خواب تغییر بدی. آیا تا به حال توی یک روز خاص با انرژی بیدار شدی؟ به روز تولد، روز عروسی یا عید نوروز فکر کن. مهم نیست که چند ساعت میخوابی، چون توی این روزها همیشه پر انرژی از خواب بیدار میشی. باورهایی که ما در مورد خوابمون داریم نقش مهمی توی احساس ما هنگام بیدار شدن دارن. مشکل اکثر ما همون چیزیه که الرود بیان میکنه. وقتی به خواب میری، به این فکر نکن که اگر کم بخوابی فردا ممکنه احساس خستگی کنی. وقتی شب به خودت میگی که صبح فردا احساس خیلی خوبی خواهم داشت، حتما با 4 ساعت خوابیدن هم این احساس سرحالی بهت دست میده. برنامه صبحگاهیت رو تغییر بده تا انگیزت برای بیدار شدن افزایش پیدا کنه. پس چجوری باید از هدر دادن زندگیمون جلوگیری کنیم؟ یکی از کارهای مهمی که میتونیم انجام بدیم اینه که با بالا بردن سطح انگیزه در بیدار شدن، برنامه صبحگاهیت رو به کلی تغییر بدی. سطح انگیزه رو میشه تو مقیاس 1 تا 10 بیان کرد که 10 اشتیاق زیاد شما به بلند شدن و خوش آمد گفتن به روز پیش روه و 1 به این معنایی که ترجیح میدی دوباره به رخت خواب برگردی. خوشبختانه استفاده از چند تکنیک کاربردی میتونه شما رو هوشیارتر کنه و انرژی بیشتری بده. پس بیاین شروع کنیم. قبل از رفتن به رخت خواب باید به خودت بگی که صبح روز بعد سر حال از خواب بیدار میشی. اگر بتونی به نحوی خودت رو برای روز بعد آماده کنی، بیدار شدن از خواب برای شما آسون تر میشه. توی مرحله بعد زنگ ساعت رو تنظیم کن. پس وقتی صبح ساعت زنگ میزنه از رخت خواب بلند میشی و مسواک زدن رو شروع میکنی. مسواک زدن به شما احساس تراوت میده و کمک میکنه تا بیدار بمونی و چرت نزنی. بعد برای نوشیدن 1 لیوان آب به آشپزخانه برو و لیوان تو تا جایی که میتونی بنوشی پر آب کن. این کار به شما کمک میکنه تا به بدنتون آب برسونید. توجه کن که کم آبی بدن میتونه باعث احساس خستگی شدیدی توی روز برای تو باشه. با انجام این مراحل ساده احساس شادابی بیشتری میکنی و برای تمرین صبحگاهی آماده میشی. تمرین سکوت در صبح به شما کمک میکنه تا با استرس مبارزه بکنی. ما هم مثل خیلی از افراد دچار استرس میشیم. یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش استرس اجرای اولین مرحله از برنامه صبح جادوییه. پس از بیدار شدن از خواب، سکوت هدفمند رو تمرین می‌کنیم. یکی از نمونه‌های سکوت هدفمند مدیتیشنه.
مدیتیشن یا مراقبه تکنیکی محبوبه که خیلی از افراد توی مشاغل پر استرس از اون استفاده میکنن. مثلا اوپرا معتقده که مدیتیشن بهش کمک میکنه تا با خدا ارتباط برقرار کنه. بسیاری از افراد معروف دیگه هم گفتن که مدیتیشن توی زندگیشون خیلی موثره و بسیار مهم بوده. اما چطوری میتونیم سکوت هدفمند رو توی برنامه صبحگاهیمون داشته باشیم؟ خب، شما میتونید مراقبه صبح جادویی رو امتحان بکنید. قبل از شروع ذهنتون رو از نگرانی ها دور کنید. عملاً به هیچ چیز فکر نکنید. به یک مکان آروم و راحت برای نشستن برید. مثل یک کاناپه و به صورت 4 زانو و صاف بشینید. توی مرحله بعد چشماتون رو ببندید یا به زمین نگاه کنید. به نفسهاتون توجه کنید. دم رو از طریق بینی و بازدم رو از طریق دهان انجام بدید. به آرامی نفس بکشید. یادتون باشه هوا رو توی شکمتون حبس کنید، نه توی قفسه سینه‌تون. سپس سرعتی رو برای نفس تنظیم کن. 3 ثانیه نفس بکش. سپس به مدت 3 ثانیه نفست رو بیرون بده. سعی کن به هیچ چیز فکر نکنی. دوباره روی نفست تمرکز کن. اگرچه که این کار ممکنه در شروع برات بسیار دشوار باشه، اما اگه هر روز تمرین بکنی به تدریج این کار برات آسون تر میشه. ذره ذره احساس میکنی سطح استرست کاهش پیدا کرده. اگه قبلا چنین تکنیک هایی رو امتحان کردی و فکر میکنی خیلی برات مفید نیست، میتونی روش های دیگه ای رو پیدا کنی. کلاً برای چیزهایی که به خاطر اونا سپاسگزار هستی باید وقت بذاری یا اگه به دعا کردن علاقه داری حتما این کار رو انجام بدی. برای شروع زندگی ایدئالت از تایید و تجسم توی صبح استفاده کن. چطوری از یک زندگی معمولی به سمت یک زندگی ایدئال حرکت کنیم؟ یک راه خوب خودگویی یا تأکید کردن انتظارمونه. مغز ما به طور ناخودآگاه بر اساس نحوه صحبت کردن ما با خودمون برنامه ریزی میکنه. اما امکان داره با استفاده از جملات تأکیدی مثبت روند مغزیمون رو بتونیم بهبود ببخشیم. همه ما توی ذهنمون افکار مختلفی داریم که این افکار بر اساس تجربیات قبلیمون شکل گرفتن و بسته به نحوه استفاده ازشون این افکار میتونن به نفع ما یا به ضررمون باشن. برای تبدیل بعضی از افکار منفی به افکار مثبت ابتدا تاییدهای خودت رو جایی بنویس. مثلا بگین من امروز به همه کارهام میرسم. من امروز درآمد خوبی خواهم داشت. بعدش حداقل 1 بار توی روز این تاکیدها رو با صدای بلند برای خودتون بخونید. راهکار مهم دیگه که به موفقیت بیشتر شما کمک میکنه و حتی ورزشکاران حرفه‌ای از اون استفاده میکنن تجسم یا تمرین ذهنیه. میتونی از این تکنیک برای تجسم یک زندگی ایدئال یا تجسم رویاها و اهدافت استفاده کنی. به عنوان مثال اگه میخوای کتابی بنویسی خودت رو تجسم کن که ایده‌ای پیدا کردی و با شادی زیاد در حال نوشتنی. یا اصلا خودت رو صاحب یک کسب و کار تصور کن. بیان کردن و سپس تجسم اهداف ابزارهای قدرتمندی هستند برای تغییر برنامه روزانه شما. ورزش صبحگاهی بدنت رو سالم نگه می‌داره و باعث موفقیتت میشه. به نظر میرسه که زندگی ما اونقدر مملو از مشغله است که معمولاً عصرها احساس میکنیم دیگه هیچ انرژی نداریم. تعداد بسیار کمی از ما موفق میشیم در طول روز ورزش کنیم. بیشتر ما در پایان روز روی مبل میافتیم و اونقدر خسته هستیم که نمیتونیم برای یک ورزش ساده هم وقت بذاریم. با اینکه میدونیم ورزش مهمه اما اغلب نادیده میگیریم. پس چرا سعی نمی‌کنی روزت رو با ورزش شروع کنی تا اولین کار مهم رو انجام بدی؟ ورزش برای سلامتیت خیلی مهمه، بنابراین زمانی رو توی روز به ورزش کردن اختصاص بده. اما وقت گذاشتن برای ورزش به عنوان بخشی از برنامه صبحگاهی میتونه واقعاً به موفقیتت کمک کنه.
به عنوان مثال وقتی توی مصاحبه از ایبن پاگن، کارآفرین مولتی میلیاردر خودساخته، پرسیده شد که رمز موفقیت چیه، پاگان میگه هر روز صبح رو با ورزش شروع میکنه. اون توضیح میده که چگونه این کار ضربان قلبش رو بالا میبره و خونش رو پمپاژ میکنه و ریه‌هاش رو پر از اکسیژن میکنه. یکی از راههایی که میتونین صبحا ورزش کنین انجام یوگاه. هر روز برای 20 دقیقه یوگا کردن وقت بذار. این کار به شما کمک میکنه تا تمرکز کنی، بیدار بمونی و سطح انرژیت رو توی روز حفظ کنی. برای تمرکز بر رشد شخصی، صبح رو به خوندن و نوشتن اختصاص بده. بعد ورزش، نوبت کار کردن روی رشد شخصیتته. خوندن و نوشتن 2 فعالیت مهمن که میتونن به تو کمک کنن تا در مورد موفقیتات فکر کنی و به سمت چیزهایی از زندگیت که میخوای حرکت کنی. همه ما زمان کمی برای مطالعه داریم، اما همین زمان کم رو میتونیم به خوندن کتاب‌هایی در مورد رشد شخصی و داستان موفقیت افراد معروف اختصاص بدیم. کتاب‌های زیادی در مورد افزایش درآمد، بهبود روابط شخصی یا ایجاد یک کسب و کار هستند. یک هدف خوب برای مطالعه میتونه خوندن حداقل 10 صفحه از یک کتاب در طول روز باشه که حدوداً 10 تا 20 دقیقه وقت شما رو میگیره و با کمال تعجب این مقدار مطالعه در روز تقریباً به 3650 صفحه در سال میرسه. به این معنی که شما حدود 18 کتاب در سال خواهید خوند. علاوه بر این، بازخوانی یا برچسب زدن روی اطلاعات مفید کتاب، یادآوری مسائل خیلی مهم رو آسان تر میکنه. مرحله بعدی نوشتنه. چرا نوشتن باید برای ما مفید باشه؟ خب، نوشتن به مدت 5 تا 10 دقیقه هر روز صبح برای شروع کافی خواهد بود. نوشتن افکار، احساسات و اعتقاداتت میتونه به رشد شخصیتت کمک زیادی بکنه. صبح جادویی رو طوری زمان بندی کن تا متناسب با نیازهات باشه. حالا که با 6 عادت صبحگاهی آشنا شدین، مهمه که یاد بگیری چطور برای این عادتها متناسب با نیازهات زمان رو تنظیم کنی. میتونی از 60 دقیقه اول صبح استفاده کنی و زمان رو به روش‌های مختلفی تقسیم کنی. مثلا میتونی 10 دقیقه روی هر فعالیت تمرکز کنی یا میتونی 30 دقیقه ورزش کنی و 5 دقیقه رو به بقیه فعالیتات اختصاص بدی. مهمه که 6 دقیقه وقت بذارین و کل برنامه‌ات رو مرور کنی. دقیقه اول توی سکوت بشین، دقیقه دوم جملات تأکیدی تو بخون، دقیقه سوم تجسم کن که روزت به خوبی پیش میره، دقیقه چهارم مواردی که باید بابتش شکرگزار باشی و اهدافی که میخوای توی طول روز بهشون دست پیدا کنی رو یادداشت کن، دقیقه پنجم 2 صفحه از یک کتاب رو بخون و در نهایت دقیقه 6 چند حرکت تمرینی انجام بده. صبح جادویی شما میتونه توی هر مکان و زمانی باشه. برای مثال میتونی توی جایی مثل پارک یا بالکن خونه مدیتیشن یا دعا کنی. جملات تأکیدی تو بخونی و اهدافتو تجسم کنی. اگر توی شیفت شب کار میکنی میتونی صبح جادویی رو توی هر زمان دیگه‌ای از روز که بخوای انجام بدی. تنها چیزی که مهمه اینه که یک زمان خاص رو به صبح جادویی اختصاص بدی. با داشتن یک شریک مسئولیت پذیر و متعهد شدن به یک چالش 30 روزه، صبح جادویی رو به یک عادت جدید تبدیل کن. مثل هر عادت سالمی، صبح جادویی زمانی بهترین نتیجه رو داره که به اون متعهد بشی و اون رو به طور منظم انجام بدی. یکی از راه‌های مؤثر برای رسیدن به این امر اینه که دنبال یک شریک مسئولیت پذیر باشی تا به تو کمک کنه تا به تعهداتت نسبت به برنامه صبح جادویی پایبند بشی. همه ما روزهایی رو تجربه کردیم که می‌خواستیم مثلا بریم باشگاه، اما این کار رو نکردیم چون توی باشگاه دوستی نداشتیم. اما اگر دوستی توی باشگاه منتظرمون باشه، انگیزه بیشتری برای رفتن به باشگاه داریم.
بنابراین یک دوست با مسئولیت پیدا کن که بخواد صبح جادویی رو با تو شریک بشه. به این ترتیب هر دوتاتون میتونین بر روی برنامه‌های همدیگه نظارت داشته باشین. ما میدونیم که حدود 30 روز طول میکشه تا یک عادت شکل بگیره. بنابراین باید آماده باشی تا خودت رو وقف چالش 30 روزه صبح جادویی کنی. چالش صبح جادویی رو میتونی به 3 مرحله 10 روزه تقسیم کنی. تحمل 10 روز اول ممکنه سخت و طاقت فرسا باشه. 10 روز بعدی آسون تر میشه اما هنوز احساس غریبی داری. اما طی 10 روز پایانی عادت جدیدی شکل میگیره و ازش لذت میبری. در پایان میشه پیام نهایی کتاب رو به این طور خلاصه بکنیم که راه حل رسیدن به یک زندگی موفق و پربار توی زمان صبح نهفته است. نویسنده ما رو تشویق میکنه که هر روز صبح 6 مرحله مهم برای شروع زندگی رویایی رو استفاده کنیم. 6 مرحله مهم برای شروع زندگی شامل سکوت، جملات تأکیدی، تجسم، ورزش، خواندن و نوشتنه. انجام این فعالیت‌های ساده در هر روز صبح تأثیر مثبت و عمیقی توی زندگی ما میذاره. آیا روز بعد با یک دوست ملاقات میکنی؟ آیا منتظر یک صبحانه خوشمزه هستی؟ یا اینکه کار مهم دیگه‌ای داری که باعث میشه صبح زودتر بیدار بشی؟ این موضوع خیلی مهمه که به دلیل خاصی صبح زود بیدار شی. همچنین یک شریک متعهد پیدا کنی. با داشتن دوستان خوب شانست رو برای پایبند بودن به برنامه صبح جادویی بیشتر کن. شما و شریک زندگیتون از یکدیگر حمایت میکنید و همدیگر رو توی قبال عادتهای صبحگاهی جدیدتون مسئول میدونید. خب دوستان، این بود نگاهی به کتاب صبح جادویی از هال رود. کتابی که به ما نشون داد چطور با چند عادت ساده میتونیم روزمون رو با قدرت شروع بکنیم و زندگیمون رو متحول کنیم. امیدوارم این پادکست برای شما الهام بخش بوده باشه. اگر از این اپیزود لذت بردین لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعدی صبح‌های جادویی بسازید و به بهترین نسخه از خودتون نزدیک بشید.